بچه ها از امروز هر روزی که میام توی چالش یه نکته جالبم واسه این که استمرار رو این چیزها رو یاد بگیم و بتونین از اون منطقه امنتون بیاین بیرون. بهتون میگم این که بتونین از اون منطقه امنتون بیاین بیرون یه قضیه، یه پروسه طولانی مدته و مغز جوری طراحی شده که کلا عادت داره که شما رو حفظ کنه توی بقا و شما باید اونو بهش بفهمونین که آقا این کاری که من دارم میکنم به ضرر من نیست، به سود منه و این پروسه زمان میبره. این قضیه دویدن هم همین جوریه. وقتی که صبح پا میشی مغزت بهت میگه که نه بخواب، چه کاریه، اصلا واسه چی میری میدوی و اینا. چرا؟ چون فرکانس میده، سیگنال میده که آقا این کاری که تو داری میکنی به خطر توه، واسه تو فایده نداره، ضرر داره. ولی وقتی چند روز بری این کارو بکنی، حدود 1 ماه 2 ماه، اون موقع دیگه مغزت عادت میکنه و اینجا رو برات یه منطقه امن میدونه. تا فردا و یه نکته دیگه، خداحافظ.